چیزی که علی موسی وقتی میخواد توضیح بده این پرتر نشون میده. آقای نولا خب بیا من مثلا علی موسی هم کار کردم. بریم 3 2 1. محیط چطور شد؟ عمرش دوباره اینجا میبینیم که آقای کسرا داریم. سلام آقای وصولی عزیز، آقای نیما بختیاری عزیز. بله عزیزم. رفقای درجه. خب ساعت چند آقای وصولی الان ساعت 9. ما ساعت چند اینجاییم آقای وصولی؟ 12 ظهر تا حالا اینجا. تازه داریم الان میکاپ میشیم بریم ادامه تصویر. یعنی تا الان تصویر گرفتیم، یه سری تصویر جالب گرفتیم. تا الان که اینو میذاریم یه پخش شده موزیک ویدیومون. این بعد موزیک ویدیو. خب پس دیگه همه دیدن دیگه مکعب. چی کارا کردیم قبلش؟ به به به. تا الان تصویر مکعب رو گرفتیم. از اینجا به بعد هم این ذره لیپسینک و تصویرهای شبمون رو ان شاءالله که نتیجهش خفن بشه و ما به نظر امشب خونه میریم. امشب اگه برسیم شاید به خونه هم برسیم. الان ببرید خونه. قرار بود بعد از اینجا بریم پلی استیشن بازی کنیم فکر کنم نمیشه. برنامه دیگه داریم فقط اگه به خواب برسیم. همه خسته نباشید. دمتون گرم. قربونت. یا همه نمیدونی برای کدوم من نشید ولی خود کسیتون تا اینجای کار چطور پیش رفته؟ عالی. حالا که سیویل به سیویل آدم اینجا بایستاده. همچنان سر کار با آقای وصولی کار خیلی خوب پیش کارگردان رفته. عزیزمون. عالی پیش رفته. عالی پیش رفته. واقعا عالی، از نظر عالی پیش رفته. چطور پیش رفته آقا؟ ساعت 11 شب چند ساعت میشه ببینم؟ 20 دقیقه 11. نشون نمیدم. چیزم داره. اوه ساعت چرا داره؟ بله امید عزیز من برم تا اینا دوام نکردم. تو این شکلی می‌بینی. دست پا بکشه یا امام زمان نکش تصویر میکنیم